سلام علیکم برادر محمد اقبال. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر محمد اقبال، همی یک چند نفرایی که حاضر همین طرفداری از شما میکنند علیه دولت ملت سنگ میپوشن، اینا خدا خواهد که امروز کور میشن. بیا که ما قطعی خودت بحث میکنیم. تو کور نمیشی؟ من چه به کور میشدم؟ من در وطنم آزادیم. یک گپ میگم، خداوند تو را اینوالید کنه. یک مینوت بیست. خداوند من اینوالید کنه، یعنی که امی سر بخیزم کور باشم، تو را هم خدا کورت کنه اگر دروغ بگیم کدومی ما. امی رحمانوف در تاجیکستان عدالت کرده است، جاری کرده است. البته عدالت چوبه جاری نیست. یعنی تو راضیه که خداوند تو را سر کور کنه که اگر امی نکرده باشه، درست؟ البته تو چاپلوسی رحمانوف میگه که نام تشیمون دای اسحاق بز. اسحاق جان، من یعنی که امی خواهر تیش ها بیار با پیش امی رستم جان ها جانو گوری من لوگی ببری میتیش. ولی تو چاپلوسی اما اینطوری نیستیم. گوش کن. یگان نفر بیچاره، یگان نفر حزب نهضت، اگر یک گفت بخوری باشه ما بحث میکنیم. این جنگ نیست، این یگان جای بزیبی نداره. ما دشمن نیستیم با یکدیگر، ما چاپلوس نیستیم، ما بحث میکنیم، ما رفیقیم، ما مناسبت داریم، ما رنگش ما زهونا ماندگی نمود دامو چی تر کردگی چوب لستان بگیره اونده داره. ما ایتاری نیستیم رنگش ما انسانیم، ما فکر داریم، ما میتونیم گپ زدن. خدا مسئله رحمانوف گپ زد. بیا تو در مسئله گروه 24 برادره که ما مخالفم در او گپ زد. تو واپشه در این مسئله دخالت نکن، واپشهش هم نمیدونی. گوش کن، تو ای رحمانوف گپ زد حمایت کن، ای تخمینه حمایت کن. تو میدونی تخمینه چند تا شوکا اگه وقتی که سوال تو میدونی تخمینه چند شوکا اگه تو سوال من جواب سوال استی در یک منبر میستی، خدا در یک منبر استی. گوش کن تو رحمانوف گپ زد، خیلی ای شکری تخمینه گپ نزد یکی بترسید نه یا شاو برام مخالفت. وقتی که رحمانوف گپ زد، ای رحمانوف گپ زد، ای رحمانوف گپ زد یا بابا بچرات یا رحمانوف گپ زد. وقتی که یک پیشوای ملت ای رحمانوف گپ زد، وقتی که برای یک پرزیدنت برای خلقش اینقدر خدمت کرده، چی خدمت کرده است؟ پنسیون مادر چنده است؟ پنسیون مادر چنده؟ تو با پنسیون مادر من چی کار داری؟ پنسیون مادر من 120 سومونه چی ده؟ وقتی که من خدا با شکر تو با مادری تو من کار دارم. اگر تو به ناموس باشی، مادر تا احترام نکنی، عزیز ما را آشا گرفتگی باشی، مادری تو برای من مادره. اما من در فکر مادری تو هست. آخر گوش کن، به ناموس من عزیز ما را زدگیم پترخمی، لیکن مادری تو برای من مادره. انا دیدی اوچای خودش قارش نمیکنه، عزیز ما را میگه یه وقت مجبور کنم تو اوچای خودت. ما میگم مادری تو برای من مادره، همچون یه شهروند تاجیکستان احترامش دارم، ولی من زن رحمانوف احترام ندارم، چون که دزدای زایده از 7 پراستیتوت که 2 تا گرچیک تاجیکستان را تجاوز دارن، 7-9 تا دادن دیگه داره تاجیکستان را پال ایزیاتی کردن گرفتن. فهمیدی که برای چی حرمتش ندارم؟ فهمیدی؟ مادری تو برای من مادر است، عزیز ما هم برای من مادر است، همه برای من مادرند. تو مدیر یک شبکه اجتماعی چرا هر یک شخص تحقیر میکنی؟ این من داماد تحقیر میکنی، این من پرزیدنت تحقیر میکنی. وقتی که مادری تو را عزیز ما تحقیر میکنه و تحقیرش میکنم. من هدفم مادر من هیچ تحقیر نکرده، مادر من هیچ تحقیر نکرده. پیسش نمیکیا 120 تومان اوکی من داد شوش. بختر شما پرابلم کرد، بختر شما همه مردم تجاوز کرد، غلط کرد گرفت. این تحقیر مادری من نیست؟ او چوبا دروغ میگوی آخره آدم. و تو با 7 اولاد رفتی پنجشنبه تو سوال بست ما اینی خوجان بیرون نمیبریم تا مچویی میدونم. من که ای خوجان سوالات کیسم. رئیسی شهرتون عزیزاده را کی کشت؟ توهیر عزیزاده را کی کشت؟ بیماری کرونا خطی مرد. تو میدانی که قوش باید بکنن ببرارنش، سیمابش دادن خروندن کشتنش. فهمیدی؟ و به یگان سیمام ندادن مرگ الهی از وقتی که گوش کن تو میدانی که در مچه همین گپو هست اوزی میدانی؟ نیستن خیلی گپو نیست. بیا التماس یک دروغ نگو. بس کو بگو والله همین گپو نیست.
والله همه گپا نیست، من قسم خورم انسان. الله اکبر. که تو خدا قطعا بودی تو میخوای که روز قیامت قدر رحمان رو محشور شد قطعا عزیز نه چه بقدر من الحمدلله مسلمونی، من میخوام قطعا یگان انسان بزرگ اسلام و بزرگ نمایان چی شوم، نه که وای پرزیدنت من دفعه اطاعت نکنم. پیغمبر خودش گفته که کسانی که در سر شما راهبرش شما به وای اطاعت نمایید. تو در اسلام گم بزنی وظیفه تو چیه؟ اطاعت لا طاعت فی المخلوق فی معصیت الخالق نخونده؟ نه نخونم. نه من وقتی که راهبر شد اطاعت نکن مخلوق در معصیت خالق. وقتی که راهبر شد برای من گفتم که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. چی بگویی؟ گپی پیامبر یا تعالی ببینیم که رحمان ها بگیریم. عربی نمیدونم. عربی نمیدونم. من همچون یک مسلمان نگاه کن. اول برا بخون. اگر که فهمیدی بعد بیا بحث که خاکی ندونستی. اول برا بخون برچکا بعد بیا بحث. معلش. برچکا آخر خداحافظ.